مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام شب 25 اکتبر سال 2022 در دو صدمه علاهیده مرگ آور در شمال و جنوب تاجیکستان 2 نفر جان باختند. از جمله 25 اکتبر سال 2022 تقریبا ساعت 18:45 راننده ماشین تمغه اوپل زفیر عثمانوف کامل جان سال تولدش 1997 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در حدود نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران اوسیموف پولوجان سال تولدش 1942 ساکن همین نویه را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه جان داده است. همچنین شب 25 اکتبر تقریبا ساعت 23:00 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز نعیموف علیشیر سال تولدش 1988 ساکن نویه یووان هنگام حرکت در راه ماشینگرد جماعت دیوت دهنه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به قسمت راست راه برآمده با سیمچوب بتونی برخورد است. در نتیجه خود راننده نعیموف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این حالت تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.